شمال دست یکی بوده، جنوب دست یکی بوده، پایتخت در دست یک. اکثر تاریخ یعنی به نام ملت. اصلا کلمه ملت و حکومتی که ما مروچی زانینی و مروچی تعبیری کنیم، هی بعد از جنگ جهانی ایدیم، بعد از یک تشکیل سازمان ملل بود و بعد از انقلاب فرانسه و بعد جنگ جهانی نو. این تصور باید اول از ذهن در بیه. وقتی این تصور داره چه مانی؟ همشه که هر کس در یک جایی، در یک محدوده جغرافیایی، یک نوع سالاری، یک نوع حکومتی بود. در افغانستان، در نظام ازبکستان، در ترکمنستان، در اصفهان، در قزوین، در بلوچستان، خوزستان و اگر معنی مفهوم سوال شما امیرخان ایشه که بیاید مثلا بلوچستان یک حکومتی دست بوده به نام ایران، ای غلطه از نقطه نظر تاریخ. ما اولین بره که نیروهای ایرانی گنده زمان صفویه، نه به عنوان حکومت یا حاکم، بلکه به عنوان ایشی بیا مال جنگی بکنن تو ببرن. یعنی یهده دزدکه اولین بر دزدکه جتا که یهده مالیاتش گرفته، هر چی هم گیرش یهده برتش. شما تابع مایی، تابع ایرانی و شمی مالیاته، شما پیسر مالیات ندارد. از 1012 کمری، 1022 که 1018 1022 و 1028 کمری. از مفهوم ملت دولت نبوده و هیچ کسی، هیچ خاندانی پیش از ابراهیم خان سعدالدوله بدی که بلوچستان ماندگارم نبود. اگر حکومت ها هر کس وقت حکومت، هر کلات پروت حکومت بود بابا. در بعضی وقتا پیش یاته که مثلا یک کلات حاکم در تیر بیده، شاید کلات دیگری هم حکومت هور جته. اگر مفهوم مروچیه حکومت ها، نه بلوچستان نبود زیره. اگر با تعبیر مروچگینی بگیریم، ولی با تعبیر دیگری بگیریم، ما عرض کن زمان صفویه هنچی بوده، چاربایی و جهان یحته و ملک جتا رفته. زمان قاجار باز به یحته. از زمان مظفرالدین شاه را با توجه به ما انقلاب مشروطیت به بعد بلوچستان کرمان داده به حکام بلوچ، سردار حسین خان نارو. حالا الگوی هیروی برای بعضی مردم از جهات وزانه، ولی حسین خان اولین کسی بیده که با حکام کرمان حاکم بلوچستان بود. بعد از آیچوک سردار سید خان، چی زمان که نو زمان احمد شاه که ادا حکومت می بلوچان در جند بلوچستان با حکم حکام کرمان حکومت کرد. فقط همه پدر و پسر. چون واقعیت تاریخی که من دارم باشم که معمور ایرانی نبوده، معمور میبودی بلوچ بوده. 40,000 تومان در آزمان
حساب مالیات بلوچستان بوده، یک مقدار چنین مبلغ بابت جند همه حاکومت یک مدت چیزی به کسانی که برای حاکم کار کنه از کار و نظام فرانی بگیره کم بوده. یعنی گرچه قانونا 40,000 بوده ولی عملا نصف پول هم به دولت دیگ نبوده. بعد از شکایت بود نو تی جواب ایشی میده ما اگر بر مفهوم دولت ملت مروچی حساب کنیم نه نبوده برای تو جدا واتش بوده در واش کردا حکومت کرده، در بلوچستان دیگه ملکان و بعد از آیی 4 تا فرد از افراد ناروی در بوم همه در دزک بزرگ اول ملکان پدا بزرگزاده سرباز اول ملکان بود که پدا بلیده چون کل حکومت ای منطقه بود. مفهوم مروچی دولت ملت نبود. من جواب همشی بود. سلام برسان وش بيتو وش الباتت تات شغول أمير جان بالا جان ميردادي عزيز أستاذ تيمور خان أمير جان علي جان ولالا كمبر. أه، نظر متفاوت انت ولی شخصا من نظرش این که تی سرزمین همه که تا سره نشتگی و تا همه زمانی که سره نشتگی اتا تی قواله تا انتو الا زمین مادر مشترک مچانی هست و هیچ کسی قواله شرعی ندارید، قواله زوری دارید. زمانی که اه، نفوس کم بوده، از زمانان که نفوس کم بوده 3,000 4,000 6,000 سال دیما نفوس کم بوده ولی جنگ های خونین بین انسانان رخ داده. اگرچه هم جنگ آوازه وقتا اما نیزگ و گرز و اما جنگ بودند که وقتی که یک قوم یک قبیله به دیگر سر ای که تسلط ودی کرده آیر کلان دیگر رکیب قوم و قبیله نابودی کرده، اسیری گفته و غلامی گفته، تمدن شون شده. به همین خاطر اینکه بعض این سلسله های تاریخی تا دیسته بند که شاوان نامش است نشانش نیند. در قرن نه چندان دورین و مشماگندن مغولانی هجوم آگندن که شمال چین تا هندوستان تا افغانستان این مناطق برو تا ترکیه برو تا آسیای میانه گفتند ولی مروچی شاوان نامی هست نشانی نمانده ادغام بودند. تمام مغول که انون مغولستان با همه وسعتی که انون داری 5-6 میلیون گشتر ندارید. اما مغول تنک کتن دنیا تا هنچو ادغام بودن گو دنیا دیگه بعضی برگشت بعضی مرد بعضی دیگر نسلی به ازمهلال شد. در تمدن‌های دیرینه که دمترکه امیرجان شهرش اشکانی هنکو که بلوچ اشکانی هند بلوچ تنها اشکانی نه هند نه اقوام بومی قدیمی ترین نه کردم هستند نه لورم اشکانی بودند و بعدا افراد دیگری آسیای میانه ایشان هم که آتگند که هنچوش اشاره بیاوانی بودند که همه اوگان هم ایشان سکایی بودند که آتگند شش آسیای میانه آتگند و ادغام بودند گو ترکان بعد آتگند ادنا وارد بودند ادغام بودند گو اشکانیان و بلوچ هم که هستند. بلوچ بیشک از نظر من هم بلوچ اشکانیند و اشکانی یعنی مستر سلسلش همه شمال بلوچستان کنونی که سیستان شمیده شدند و تا سرحدات ترکیه حتی در خود ترکیه بودند و تا قسمت های چیا هم ایشان شدند
ارز کنین که ارمنستان هم شدگند یا سیاه میانه اینگو اما ایشو که وقت زمان حکومت دائمی نبودگند و مرزهای دائمی نبودگند. هر کس تا هر جایی که شده موقتا تا جایی که ما تسلط داشته، اما یک خانی، یک نواب، یک سردار، یک کسی که بوده، یک پهلوانی بوده. زمان حکومت پهلوانی بوده، حکومت تانی بوده. هر پهلوانی که دیما شده او تا زمانی که ما پهلوان زنده بوده و تسلط به همه مسیر داشته، اما ای مسیر بوده، ای ماله لفچر بوده، شما مردمان مسئول گفته و از زمان دیگه زر سوری انک فراوانی نبوده، مال و مواشی بوده، کشاورزی بوده و مال و مواشی بوده و بازگیری بوده و جنگ بوده و همه چیز بوده. گوڑا به ایران ایتا هم عرض کردم که بعدا مهاجرت های صورت گیرد. مهاجرت های یا بر اثر اما جوین که به سیبریا رخ دهند، مثلا شاید هجوم کردن مردم سمت آسیای میانه، آسیای میانه اینگو رکیند و ترک نژادان هم بازند. ترک نژادان هم تنها ترکیه نه، قزاق هم ترک هستند و بعضی کشور دیگه هم ترک هستند و از زمانند که حتی به تاجیکستان و ازبکستان ایدا ازبک و ترکی انگتا نه حتی بودند ایشم ای قزاق که هستند یا ایشتوین چی بودند ملک بودند، قدرت داشتند و در جمع ایشان اقوام مغولی هستند، ریشه مشترکی دارند. انچو که همارا ریشه مشترکی هستی، گو فارسان، گو پشتونان، گو تاجیکان، حتی گو پنجابیان، ترک نژادان هم که هستند، حتی اوغیور تا شمال چین هم ایشان هم شدگند. گوڑا ایش بوده نکند که ما بوشن که قلمرو مختص امه. بله موقتا امه بوده ولی موقتا دیگر انیم بوده. حتی گند کرد شهاد آتگند تا بلوچستان تا مروچی ایران شهر و تومین و برود تا دور کوه تفتان و هنچو برود تا مشرقی بلوچستان اقوام کرد دا کم ناند بازند و ادا آتگند دا بوتگند و ترکش هایی که ما گندن ترکش که دا قوم بلوچی مزن این قوم ترکش یه همه بقایای همه ترکان هستند که ایشان آتگند و جنگ های خونین در همه حوزه هرمزگان دا صورت گفته و اشعاری هستند. من 30 سال 40 سال دیما یک نفریتی به نام حاجی خدا نظرخان رخشانی همه زاک زندگی کو من گوشی دوسک نوار من پر کرده شهر تند کشی زانتی بوتی حافظه تا پیرمرد 80 ساله اینت به نام تنکوکی به نام هروکی تونگ هروکی تنگ ای شهر نامت هروکی تنگ که همه تنگه هرمزگان شهر بلوچی نستی. گوڑا ایدا بلوچ بودن که ایدا تنگه هرمز ایشا بلوچ گوشتن هروکی تنگ و شهری در حد 200 کسیت من ثبت کرده که شاید در دست بعضی از اخوان فامیلان منطقی دی. گوڑا بلوچ هم قوم مزنین بوده و بلوچ تای مراحل مختلف قتل عام بودند و توزانه که یک انسان را گرفته یک انسان اگر 100 سال عمر کند شاید یک قبیله جوړه بیده گزاگ و نواسگ و برناسنی ولی یک انسان یک میرید یک نسل میرید. گوڑا بیا زمان اگر قتل عام بودند ساسانیان زمان بلوچ قتل عام بودند، شاه محمودی زمان قتل عام بودند، ارز کنین که کی زمان صفویه زمان اش قتل عام بودند، قجریه زمان اش قتل عام بودند. حتی گو لشکرکشی نادری افشاریان بلوچ بازین جنگی تا شده قتل عام بوده. بلوچ گوتی جنده لشکرکشی داشتند قتل عام بودند. بلوچ به محمد خان بلوچی زمانه که وقت حاکم اصفهان بوده یا در همه حدود زندگی کرده، مامسنی و همه قسمت زندگی کرده، ایشی 80,000 فوج لشکر داشته. لشکر ایشان نویش نبوده که نبورن تو غروک جنند، لشکر بوده که جنگی تا مرتگند و ای که اما هنگت هم که تا هنوز زندگن حتما یک مازنین ظرفیتی داشته که ما زندگن و الا مازنین تمدن مروچی ناند. تاهریان کجان ناند؟ نه تاهریان سلسله بودن، شیبانیان سلسله بودن که ناند دیگه، سامانیان سلسله بودن که ناند، تورانیان سلسله بودن که ناند، نامش هستی ناند.
گوڑا ای که اما هنگتا هستند به معنی که اما یک توین قومی بودگن که هنگتا زندگن و الا اما هم نباید بودینن گو کشاکش و چیان. بله این قلمرو به شکل انعنوی اما به عنوان یکی از قبایل عمده هندی که اما بوتگن و اما هم هندی نژاد هستند، اما در پالوی هندوستان اما هم گو هندیان گو سندیان اما هم نژاد هستند و قبایل هندیان که بعداً اما رابطه گو شمال گیشتر بوده که اختلاط ودی بوده که اما هندو هن سپیتر هستند که اما هند اروپایی هن. هند اروپایی هن. در کشاکشایی که اروپایی هن ادا کرتگند یونانی ادا کیاتگند، یونانی که ادا تگند زاد ولدی تشکیل دادگند بلوچ سمت شمال شد مثلا تانوسه که افریقا که گره افریقا اتوپیای مردم خوشچرتر و سپیترند. شاید هندوستان که گندشانی مود صافترند و رنگش هم کمی سپیترند. برزاتر که گنده پنجابی شه هندوان سپیترن شه پنجابیان اما سپیترن شه اما ایرانی سپیترن شه ایرانیان کرد سپیترن شه کردان ترک سپیترن شه همه بادشاهی همه رهی تا اروپا که روی سلسله به سلسله یک مسیر را تاریخی را نشان دادند زاد و ولد انسان یا نشان دادند و پدا هنچو که استاد فرمایشی کرتی اقوام شتگن در هر جایی که شتگن و که مسیر شتگن و اما ای که ما گوشن که بلوچ بوده و بلوچستان بوده ندرتا تاریخ تا آتی مثلا اولین باری که بلوچان یاد بوده اما در قسمت عراق بوده، در قسمت عراق کنونی و کسایی که اطلاعات گشترش من دارن تو تاریخ گشتر وانتگن چون رشته ژورنالیسم و ادبیاتند ولی سرسری که جسته گریخته که من زانین اما بلوچس آباتس اولین جایی که بوده بلوچس آباتس به تاریخ یونان تاکید که در همه محدوده های عراق کنونی انت و بعدا گفتند که بلوچ نقش عمده در همه کاخ بیستون بوده چی بوده هم نقشی داشتگند حکمرانی داشتگند اما زد و خوردهای داشتگند انچوش نبوده که یکی بید حتی همه سراوانی که مشما دارن همه دیزکی که مشما دارن دست به دست بوده همه اقوام این دست به دست بوده از زمان هم ایرنگ نبوده که یک حکومت چی بید حتی به هندوستان تاج محل هندوانی بوده پدا ای تاج محل مغولانی بوده پدا تاج محل ایرانی این دسته کفته تاج محل افغان این دسته بله من نوش که تواجه دیگه شاید هم بوده بید اگر چیزی که منطقی تمدن دیگری نه ادبیات کهنه اشاره های من ده چون کتبی ناند و دبگال تگند که به فراموشی سپرده بود تگند کتبی چیزی ناند که منطق بین چون این مردم اگر سینه به سینه بیایی ذهنه تا منطقه انتقال کرده و اکثرا ما تاریخ که هستند ما منطقوین تاریخ که هستند مختلط که اسطوره هستند اسطوره چیزایی هستند که گشترکی افسانه هستند و به افسانه انت اغلاق باز بوده ای غلطی بازی باز بوده ای و غلو گشتن باز بوده ای تعریفات و توصیفات باز بوده و گو امیجینیشن گو تصورن لوردند واقعیت ناند بعضی جا مثلا اصلا انسان زندگی گو طبیعت و گو دیو و گو موهوماتن هوره بید نه ایدنا مردم سرشر و سرگرد بید نه فقط کس را لوٹی که تخصص داشته بید برگردن در مورد بلوچ و بلوچستان بلوچ و بلوچستان گوشتون کهنترین همه که بلوچ سابات است که ما شهری که بوته که در شمال ایران بوده و یکی گوشن که بلوچ شمال آتگنتد نه ایش هم مشکوک انت به خاطر بلوچ شمال پچه دا بیایند خوبش از نظر تاریخی و طبیعیشن که انسان هر جایی که روند وقتی که شکست ورن بگه سابره گردند بگه سابره گردند مغول دهاتن شکست ورتن بعضی سرانش پدا برگشتند ارز کنین که اوگان شدن پانیپت گفتند وقتی گفتن پدا برگشتن به کندهار
بلوچ شدن تا هندوستان و پنجاب شدن پدواره برگشتن همین. یعنی هر کسی تا جایی که توانی راد که برگردی پد مثلشی که موج دریا موج کند رد برزگه، اما وقتی که پدا به حالت عادی چی پدا موج دریا برگردی بوتی مسیره انسان هم امیر بودند. و من نه اعتقاد بر ایشین تا که نظر به مطالعات ژنتیکی که بوده، نظر به کاسه سری که در نظر گرفته بوده، نظر به عتیقه شناسی که بوده، نظر به اسکلت شناسی که تاریخ تا ودی بوده بلوچ از اقوام دراویدیان هستند. بلوچ همه بلوچستان کنونی جا بودند و این بلوچستان یکی از نکات باز کهن دنیا انت تمدن های دیرینه دا بودند. و من به عنوان یک بلوچ سیستانین من پشمان چو عرض کرده کنین که من گو تقریبا گو همه دو بلوچستان من بیشتر اشنایی دارین، اما که بلوچستان کمتر. اما در تمدن‌های دیرینه‌ای که حتی در سیستان وجود دارید، کاخها، کلاها بیشماری هستند و حیرت انگیز هستند. ایشان دیوال این سر حتی یک جیپی مروشی راه رود و گرایی گوندینم ناند باز تشک هستند. یعنی در حد هر کاخ هایی که مثلا چل برجی که هستی، چل دخترانی هستی که انو نامش تگند، یا مثلا سر و تارن که حلیلی نکسل کنی اشکاش کنه که شو تگن اما گونده کیا مشتن په دغلگردی شو تگن گوڑا ایشانه که تب گنده واجه ادنا قدرتی عظیمین بوده ایچی خانسوری کلاتا تا که گنده قدرتی عظیمی بوده ای 3000 خورده گوشند سال انتی ایش با نیروی انسان جوڑو تگن خشتان اصل کنه خشت هستن 1 متری خشت هستن اگرچه گیلی هستن گوڑا ایش په ظلم جوړو تگن ادنا نیروی بوده ادنا جمعیتی بوده. این مثلا کاخهایی که در بست هستی یا مثلا در قلعفت نیمروز هستی گوڑا ایده جمعیت باز چوین بوده. ای جمعیت گوڑا که بوده گند سی انت پیش دادیان بوده گند بادشاهی مثلا هر کسی دیگه ای که بوده بالاخره امی مردم بوده گند و امی اما همیشانی نچورک هستند. امی اما ای که هستن نچورکش هستند و افراد دیگه ایم که ده هاتگن گمما که ادغام بوده گند اوانی هم نچورک مشترکیم پیشی که هر که آتا ترک نژاد آتگند، کرد نژاد آتگند، آسیای میانه آتگند، حتی اقوام دیگه هم که ادا آتگند مغول آتگند ادنا زاد ولد کرتگند خون مشترکی دارن آمود چی گوی افتخارن شریک هستند. ایش نه که ما گوشن که ما نژاد برتری نستن و فقط خالص منتگن نه که ازند که امی مانی که گوتا آوردن شاید من روس نژادی بین، شاید من ریشه در ترکی داشته بیم، اما نقدن مروشی بلوچی آوردین پیشینان گذشتهان هیچ کسی یاتش نه هیچ کس ننوشتهش و همه بلوچستان تک مشما هستن اقوام بازینی هستن ملا زی هستن مبارکی هستن نزنی که اقوام هر چی که هستن بولیده هستن این هر کجامی که هستن بالاخره کسانی هستن که ایش شجاهای دیگه یاتگند ارباب هستند عجم هستند عرب هستند افریقایی هستند هندی هستند اقوام دیگه اما نقدن مروچی مشما بلوچن و فقط امایی ادعا مشما باید کنن اما چکر اما موری که مشما دارن که اما سر سجده کنن باید امایی سر بوشتن که اما مورک شمه پیشانی اما کپید ای که مشما ادعا کنن که اما سرزمینش کجا تا کجا بوده ای دروگی نبری. هر کس هر روز هر کسی دست دنگی بوده لٹی بوده شمشیری بوده شده یک مسیر را موقتا گفته ای ولی داشتی نکرده مروسی تی سرزمین اما انکیتی پاده چیره در قباله ته و در تسلط ته و زور داره برای جهان افگیر گوشنی مچ نامه بلوچستان بید ولی که زوری نداره زوری کم و اشتیاق بیشتر همیشن تا ادعا و ندرستن. اما همین کلام رو که مروشی که ما پاده شیره هست همیشه حفظ کنن همین پا ما کافیین و همین نام نوکین که خصوصا در دوران نادر افشار این سر زبانه کفته دیمتر شفاهی وجود داشته اقوام بلوچی بوده اما یک بلوچستانی نبوده. حتی ما قرآن هم که هستی با قرآن هم قسمت بوده ای قسمت بوده و انچو که واجه گوشت خانان و ملوکان دسته کفته و این خانان ملوکان هم که هستن این پکا و پوره دیش هم ایرنگ نه که حتما رند بوده گند اقوام دیگه مثلا انگتا همون کرد هستند تا ترک هستند تا دیگه قوم هستند و هستند اقوام دیگه هستند و فرض مثال حتی گوشند که همی که رابعه خزداری که گوشن اولین شاعره
پارسیگوی جهان انت که شخصدار یا شخصدار همه قصدار یا قصدار یا خصدار که هستی که بلوچستان تا بوده و گوره ایشان که بوده انتی بلوچ نبوده انتی شوشان بلوچ نند و درست مشترکات ما زبانین دارن مشترکات زبانین دارن و زبان مچی گوت مشترکند حتی پاکستان تا که در 200 سال 300 سال ادنا انگریز بوده انت انت ای زبان بد مچین زبان انت من حتی تی زبان هم چیر گردن تگن با وجودی بلوچ و مقاومت کرتگن عملا هیچ وقت زیر بار انگلیس نشد تگن تمام مروچی وقتی بلوچ بردن کڑپ کڑپ کل عبارش انگلیسی هستند هم انگلیسی غلط توش کتگن غلط تلفظ کنند مثلا عربی دا تگن تحمیل کرتگن ان اما کلمه عربی به اردو اتاک یک شر جوڑی کرده اسرا گوشی تو نظر نهر فاروق کنتو اما چیزی که زبانی کشید گشتر گشتگن نکن یک لسلوڑ این چیزی جوڑ کرتگن که امی فرهنگ و می لسلوڑیزم ایش بوجود آتا و این فرهنگ هم دیشتا همین مشکلات گرامری که ما دارن مشکلات گرامری سرسام‌آور دارن بعضی اینجا کلمات هستن کمپوزیشنال هستن بعضی این گراماتیکال هستن شان زر زبانی ریشه یابی شانی که چون گوت ایش پسوند و پیشوند و استرکچر و ایش ردیف بودن تو چون غالب بودن بیا که داره ای وقت یک بلبشوی هستی عجیب و غریب این که مردم کسی که زبان شناسی وید اصلا گیشه کن کیشه گوجه آتگن چرا از ریشه گیر شدی کرتگن چونش گوت گرین وارتگن هنچو انسان هون گرین وارتا زبان هنچو گرین وارتا پوچ لباس گرین وارتا و خلاصش که هرچی که انسان هستند مچ گومی زمین مشترک هستند و زمین مادر این مچانی فقط و فقط همه زمین گما کسا نزدیکن همه چوکی که بیایی سیاگ هستی و همه چوک داکن که میم نماسن تو و گوایی که چادر گشتر نزدیکن و الا زمین کل زمین یک زمینی هستی پدایش اینکه می بلوچستانی که هستی فعلا می بلوچستان همی تکی دیگری که دارن همیشه که ما دارن همی کافی انت ادعای گشترین هیچ که ما کنن فقط همیشه رب دارن و آی که در حاشیه امی در هستی اگر به می تسلط هات زمان یک ای مردم به ما امی زنده مردم هستند که چی هستند تربت جام و هیدری اوده هستند مشروطه امی ناکوند پسان ناکوزاک هستند شیعه بودند بعضی شیعه بعضی سنی بودند به کوچه شلوار کنت تویم پول سری چیرند که گوشه تکه گوشه مو بلوچوم مو رخشونیوم مو بلوچوم زیان کرتگند اصلا زبان زیان کرتن لباس زیان کرتن اما دو تعارف کنت خراسانی یا گمایی دنگینیت اما نزدیکن سیادند اصلا ایران شهری هستند اصلا پاره مردم هستند اصلا چاقی مردم گمه کاروان اشتگند من اتوارم لالشمه گوشتم ادنا هیچ چیزی پاکا نیند هیچ قومی پاکا نیند هیچ سرزمینی چی نیند فقط و فقط اما تیکی دیگر سرکتن اشتگی اما تیند اما تی کواله پدری انت اما رب داره تروچی عام تی ابدی نیند تی ابدی نیند شاید جهانی که انون آزمان گلتو شمشیره این که فتوحات تا انون گوی جنگی لیزری و ای گوی جنگی الکترونیک و گوشان که ازن که دنیا به گوجه هرود ای جهان که گوشن شا آدم تانون اصلا به آدمی سره هم مردم تردید کند که ای جهان دیماش آدم انسان بودگند آدم یک نامی هستی آدم یک نامی سیمبولیکی هستی که به کتاب انت به شکل داستانی آتا و علم مروچین علم اصلا اگه گوشه که به علم سره باور ندارین گوڑا غلطند تا وقتی گنده که علم انسین ربات جوڑا کند تا گنده که انسین کمپیوتر هستی که تصور کند تا گنده که هنچین دوربین هستی که دیگه سیاران ودی کند گوڑا انسان مجگ همه نیم کیلو مجگی که انسان کاسه گتایند ایشا یک قدرت لایتناهی این هستی اصلا این سنجتگه نبید که ایشی تا چین کس مایکروسلول وجود دارید چین کس ایشی هضم چی انت اصلا انسان به این همه تمدنی که رسته انگت انسان وقتی جنده فیزیکی شنظر فیزیکی و تر مطالعه کرتگه نکند که همی ساختمان وجودی انسان چیه هند همه کاسه سر تا همه یک روب کیلو مجگوک هستند همه روب کیلو مجگوک در حد کل همه کائنات انگت بیشی تا جا چیه بی تو انگت هم جا خالی انتیشی همه پر نبید گوڑا انسانی که گوشن که اِوولوشن بر اساس اِوولوشن اما نظریه اِوولوشن ایشی چی بوده آتیو تا مروشین رچه بده رسته گوڑا
انسان چون تینگش در انقراض قطعی شدگید، بر اثر حوادث طبیعینن، بر اثر جنگ های خونینن، گردش زمین که است مشماگنده مثلا چابهار من تا مشماگنده لب دریای ولی چابهار در اثر گردش زمین در محور آیی در محور دیگه سیاره و ستارگان در محور خورشید فرض مثال هر روز اگر نیم سانتی آب بالا کت یا آب پایین رو به ما معلومه نبید، به ما معلومه نبید، اما تا 1000 سال 2000 سال 10000 سال 100,000 سال معلومه بید که یک قسمتش همه ما زمینه آپیچی رشته و یک قسمت دیگه در کار زمینه گنده بالا تا جزایر نوکن جوڑته. همه کوههای مریخی که در چابهار هستند تا کوه برزگار مچش لپوکن ماییه، مچش لپوکن ماییه. گویا ایش یک وقتی در کار زمین بوده، در کار دریا بوده، در کار دریا بوده که بالا تا گویا ایش این که زمین در گردشند و انسان هم همه رنگند، قدرت انسانی هم همه رنگ، رو به انقراض، رو به افول، رو به صعود انت و انسان های بوجود آتگند کایان روان وجود داشتگند و تمدن های دیرینه نشان مثلا در افریقا، در امریکای لاتین، در امریکای جنوبی نزنین دقیقا که چلیتی کجاتی که حدودا 25-30 سال دیما یک معدنی اطلاع دارد. ایشا کسی کرتنتی ایریبی شد، ایریبی گزده مشموشه موازی هستی، ایریبی دمی اصلا سری دنه تی کوه کرات، اما ایرنگی شد به کوه چی را شد، به کوه چی را شد و مردمش کندو کرتن تو کاری کرتن پما شاخه اطلاعی که بوده شدن در وسطی از امی کوه وسط مرکز میشیه به جای رستن که هدنا ادو فلک انسانه و اودنا اسپه و حتی گس ودی بود گشتنی تجربه کاری ایشو کوی چی را هدنا مثلا 4000 متر ده انسان چی کن پس معلومه بی که دیما شیشی هذا کوی نبوده، احتمال داری که کوی که بعدا کپته شاید هم یک چوندش یک سیاره دیگه ای که آتا کفتم مش ما وانتگن که مثلا شهاب کفن در اثر گردشی که در شفزا سکوت کنند کفن و این کوهایی که جوړو تگند این کوههای جوړو تگند تا کوه سرابروه گنده که کوه هستند سنگ هستند تیرنگ ثابته این سنگ گرد نستند تا ایشان که رنگ ثابته ای اگر سنگ را که به دریا به تکفته که توشه که پالایش بید در حرکت در اثر حرکت آب این کوه که سنگ که شکواجی تابید این ثابته گوید و ثابته گوید چو اروتش ادنا که تیرنگ جوانا که گرده که این سنگو کنتشین که ثابته گوید ولی کوه سر سنگانه که ثابته پس معلومه که در فضا ثابته بودند در اثر تصادمی که به کهکشان انتبوته ایش میلیون سال ای در گردش بودند در فضا گردش بودند و بالاخره یک جای سکوت کردند ان مشما عمر کسی نداره نهایت 100 سال عمر کنه ولی جهان صدها میلیارد سال جهان عمر هستی ایشی تا بعض این چیز هستن که میزینه نکشید اما همه علم کامپیوتر و ایشان که هستن ایشان حدس و گمان تا بعضین حدود ایش سکه اصلا فیزیک دروغ نجن فیزیک دروغ نجن سکه اجتماعیات دروغ جن فلسفه سفسطه کرید اما چیزی که علم فیزیک دروغ نجن علم فیزیک ثابت علم ریاضی ثابت دوکین علوم طبیعی ثابت هستند و بر اساس ثبوتی که هستی مرد دستاوری هست و بارها خوب همه علم نجومی که گوشند علم نجوم که گوشند که هندوستان قدیمی ترین ملکی است که قدیم گوشتن جادوگر هستند نجومگر هستند اما مروچی ما گندن که جراحی نجومی این صورت تگید به چین صورت تگید به هندوستان صورت تگید که به عنوان کشور کهنترین کشورهای و آسیا هم که گوشند که اولین بر اعظم انت که جوړ ته وګوره قدیمی ترین کشور آسیایی ته هستند همه چین همه هندوستان همه ملک هستند بعد البته افریقا هم که قدیمی انت اما یوروپی کش که بوده یوروپی کش بودند در زیر یخبندان بودند که کسی سابقه طولانی ندارند حتی یوروپی تا هیچ جای تا نگنده که شهر 2000 سالگی بیت اما آسیای تا گنده که شهر 10,000 سالگی تمدن دا وجود دارند پیشی که ادنا مساعد بوده په انسان این زندگی ایده مساعد بوده
خب به هر حال تمدن به وجود آتگن شتگند. مثلا همه شهرانی که اتیقاجات که تاگنده مثلا زیورات را تاگنده مثلا فلزینند یا غیر فلزین هستند با چه ظرافتی جور تگند با چه ظرافتی جور تگند که حتی مروچی گونوکین تکنولوژی از ما کسی نتوانی که آن رنگ تراش دنتشان که زیبایش کنتا آوان گوشی جور کرتگند. مثلا مجسمه های سنگی هستند که با چه ظرافتی جور تگند در زمان سفالی چی معنی؟ سوپالی به جای وقت سوپالی و شگله بی تو که هر سوچن تو جوره کنن ایشی آسان ترین اما صخره های هستند که صخره های هستند که آوان مروچی لیزر رنگت ضعیف انت که آوان رنگ برشتند اما با ظرافتی که جوړ مثلا ساختمان هایی که در هند هستند که بدون ستون معلق هستند ایش چیز هستند که اصلا مردم گنوک کند. این مثلا پیرامدهای که در مصر هستند تا ایشان سه که هر پیرامی که هستی ایش 2.5 تا 3 میلیون 2.5 تا 2 میلیون و 700 سینگ هستند که هر سینگی چندین تن حدس جتگه بیتا چندین تن ایش وزن دارید و این طوری هم جوړ ته گوشن که ایشی ساختمان برزگه به جالگه چی بوده یعنی برزگه سینگ اولشته بوده جالگه گوڑا آتا گوڑا چون مش ما گسی را جوڑا کن شتهده با جوڑا کن اما ای پیرام که جوڑ تگن پیرام که جوړ تگن ای پیرام برزگه چون جالکه ایاتا و گوڑا چی نیروی بوده که سینگانه بالا ورته مروچین روچا سینگانه هنگات هم اما کمبود دارن پا بلدوزر و پیرنگینه که سینگانه جابجا که سینگانه چونه جابجا کرتن با ظرافت جابجا کرتن و کدین جابجاش کرتگن. گوڑا معلوم این که انسان یک لولوکی هستی که انسان به اوج تمدن رسید و بعدا با همه اوج تمدن و همه استعداد اوانی ذاتی این انسان پدا آن اصلا نابود کند و اگر جای ثبت اگر نبودی گوڑا همه رنگ دوگ ممانید و دنیا همه رنگ جوڑ تا دنیا برای همیشه جوړه وي که تا یک مسیر برزین رسید و پدا نابوده پدا انسان مجبور هستن که بعد هزاران سال جنن تو کوشن تو و ترابورن تو تایی که پد وارک پدا یک چیز نو که صفر شروع کنن تو برن تشا تا صدا برسیدن باز به صدا که رسیدن بازیش منقرض بید این جهان ممکن ده ها صدها هزار بار این جهان به اوج تمدن رسته و نابود بوده من اتوارس نشوه. سلامت باته استاد جان، سلامت باته. من یک جمله دیگر رو گوشم که ما را نژاد خالص نی، یعنی ما گوشت نکنی که ما 100% بلوچی یا 100% ترکی یا 100% فارسی. این نوع علمی که در کبته دین ای ثابت کنه که ما نژاد ما یک نژادی نی، ما خوری از نقطه نظر ژنتیکی. تو گوشت نکنه که تو بلوچی، تو گوشت نکنه که تو باید دیگه مبنای در نظر بگیره. آب مبنا همیشه این که واجه استاد سباجی گوه هموده که تو زند گوازی نگه، هموده که تو زند گوازی نگه مروچی رو ما در همین محدوده زندگی کنه که نامی بلوچستانه. پس بلوچستان می همه جاگاهیه که ما تی زند گوازی نگه رفتن پلان جا این گفت پلان جا می بود پلان جا می بود. تو ایشان دلیل قانع کننده نه بلکه هنچین واهش هنگشتر یا سلطنت هرمز بلوچانی دست بوده. این هم غلطه. در هرمز بلوچ بوده ولی سلطنت کل تاریخ هرمز بلوچانی دست نبوده. مینا بوده، رودبار بوده، جنوب بندر عباس به ایدین بوده. ولی ما گوشت نکنه که هرمز از آن بنیاد بلوچانی بوده. نه،
بلوچ زندگی کرده بوده ولی حکومت دیگران بود. با بلوچی بشه که نه ما را چه پک قدیمی تره، نه ما از پک قدیمی تر هم نه بابا. ما یک استادی الان آشنا و وجه سماجی، این مرد استاد چیه؟ باستان شناسی و جو صحبت کرده در مورد برگر، در مورد شهر سوخته جیرو، گوشی که در ارتباط با شهر سوخته موت یکی از مامورانی بوده که اونو حضور بوده در کنار یک تیم نظر ایتالیایی گوی فرانسه. مهرگر ما فقط ربطی گوشی به عنوان ماموریت، اما مالش کارمالش بست. یعنی من و شخصا اونم باز کار نکردم، جیروب کار کردم. ما جست اومده ایشیت که پیشا این منطقه ای که مروچی ما شام بشیم بین سوریه و فلسطین و شمال عراق و ای در کتابان تاریخی نوشته که شا قدیمی ترین جهانه که تمدن تهی بوده و الان طوری که من کتم مهرگر با ایشا همزمانه باشتی. دقیقا چیزانی که ما از او در گندگی در مهرگر هم هسته، پس نشاندن که شانگو هم دیگه ارتباط بوده. اما راه تجاری البته بگوشه داد و ستدش بوده. این ایمکیان ما در جیروفت هم گندگی، ولی جیروفت شهر سوخته یا مهرگر که بین 9 تا 11,000 ما هستیم هست. یعنی گوشی الان ما 30,000 سالی در گته، 30,000 سال. من گو کجا؟ گوشتی شرق کنونی افغانستان. درست یک جاگاهی نامیگه که از در جغرافیایی بین آدم نظر ازبکستان، ترکمنستان و چین و افغانستان همه هنده. گوشتی به اعتقاد من اگر یک روچی البته گوشتی اعتقاد تئوری هنگ ثابت نه برای من که اگر مردم زمین سیستانه یا همه توران قدیمه و بخشی که بلوچستانه گوش محدث جنان که کهترین تمدنان در زیر همه خاک، در زیر خاک همه مناطق باید ایر ببه نهفته ببه مقول معروف. و گوشتی منه که ما اوزر لوتا که ایگه پا جنا اما شی تئوری منه تنی وحدی همچه چیز کشفیاتی یا همچه اجازه ای ماره چه حکومتان نبوده و ولی من حدسم گشته ایشی با توجه به ایشی که ما الان 30,000 ساله ده درگهده نامیگه نام سرپرستیگه رپوتی گو من نامگه و حتی آدرسی منی گوش که فلان جاگا رپوت های اولیه ما هسته و شان توهین گپه این دنیا و دنیای دراجه مروچ 30,000 کرده باندا ممکنه 100,000 ببید تو گشتر بی. این مرد 30,000 سند ها شمن سند ها. حتی من جز کن که بابا ما مهرگری ها از نقطه نظر ژنتیکی به نظر تو چویه گوشتی که ژنتیکیانی که مال از مهرگر رسته گیشتر به مناطق شرقی شویه. مناطق شرقی یعنی هندوستانی بود که و مغولان بود که نه حالا هرچی های گو شرقی یک قوم خاصی که آی معتقد به قوم نه آی در ارتباط با تمدنان گپ جن در ارتباط با تاریخ گپ نجا گشتی گشته شبیه با آدمه حالان که
بلوچانی چی حساب کتاب بکنه مروچان گشته از در دی این ای به همه شمال غرب ایران نزدیک تره، محدود قفقاز و آفریقا که خب همه جا شامله، ولی یکی نه، هم آدیمیش ما هم ایدیمیش ما بود که این مهاجرتان از شمال به شرق، از شرق به شمال و بالعکس بود کنه. اسی جوابیت که ای استاد باستان شناس من گوشت آهم بر مبنای اسنادی که آیانا هستند و بتی هم جز اشخاص بسیار مهمه در باستان شناسی و جز یک تیمی که مشترکی ایتالیایی و فرانسوی. خلاصه ایشی که واجه ما رو نژاد نی، نژاد آریایی ما رو نی، فرهنگ آریایی هست ولی نژاد نی. ما نتوانیم باشیم، ما بلوچی 100% نتوانیم باشیم ترکی کرد چی صوبین باتی ببخشی من هبر دیر درازا دراج کش. زحمت ببرید استاد تیمورخان عزیز از استاد سمجی صاحب یک زحمت دکتر دقیقا هم همیش عباره از تیمورخان هم استاد سمجی صاحب قشنگ پاچ کرد و قشنگ اکادمیک بحث کن همه همیشه رشیم سنگت بلوچی که در آلمان نشته گو یک ایرانی معلوم نه کجایی بحث کن یک سری فکت کاری که اصلا در تضاد ده نه همیشه را مرشید در کتیبانیران رو همیشه که شما گشتید شما عبر و جوان عبر اصلا کلن زمین تا زمان فرق کرد. پس این نشان دادن که از جوان اطلاعات کافی نداری و شروع تعصبات و تنفرات و جذبات عبارت سلامت باید. من یک یادآوری کنین که من پشمارس کردم که نوی رشته زبان و ادبیات و بعد از زبان و ادبیات لاتین ایشی ممثل همه کهنترین فرهنگ های است که نه تنها زبان سره بلکه تمدن های دیرینه بشری هم باعث کند. زمانی که من سال اول آتون همه سمستر اول مزامین هر چی که هستند در رابطه با انتیکویتی هستند. انتیکویتی یا انتیگویداد گوشنتش یا آثار عتیقه یا تاریخ کهن و تمدن های باستانی. گوڑا میں استاد مقدماتی این استاد البته سمستر اول در مورد عمومی وانتن در مورد تمدن‌های بشری وانتن یک استاد پیرین داشتن که اما استاد انترودکتوری تم به حساب ما استاد مقدماتی تی یک پیرمرد کهنسال نتوا که یک زمانی ایش آتا بوده تو به همه هلمند آتا بوده به زمان داود خان وقتا که پروژه جور کرد به هلمند شهر جور کردند که انگت هم هستی که اره به نام اروپای کوچک اشتتند که اما زمان داود خان وقتا ادنا غربی آتگند تو همی استاد محمد ابوتی محمد ابوتی و شناخت داشته و هلمند و کنداری و تمدن این سره و بعد همه استاد به حساب باستان شناسی و استاد دیرینه شناسی تی به همه درس مقدماتی تا که ایش چیه کردن گوشتن که استاد گوشتی که مثلا به آسیایی تا البته کنفرانس بخش در رابطه با امریکای لاتین همه تمدن استیک و تلتیک و همه تمدن های پیرو و همه چیزان در سراتن در رابطه به آسیا گشترکی توجهش به همه آسیای کشوران هست به همه منطقانت که او دا دریا و رودخانه بودند و جایی که دریا و رودخانه بوده تمدن‌های دیرینه او دا شکل گرفتند چیه که به زندگی اولیه نه کمونی اولیه و به زندگی اولیه نه آب ارزش داشته که مردم آبی که رو گره که زندگی کشاورزی بوده زندگی دامداری بوده و
حیات انسان بسته گمی چیه بوده و حتی گوشن که انسان هم مایی بوده که دریا با در تو بالاخره ادجست بوده تی نه اینکه 100,000 سال بلکه ممکن میلیون سال ای دستوفات که مشما دارند یک وقت بالوت انچو مایه مشما انسان هم شعافه تا انچو فسیل شناسی گوشن تو انچو که علم مروشی نگوشید انسان که هستی انسان به کودشت تا جری نبوده که سبز کند انسان هرچی که موجودات هستند که بعدا پر روبال کشتگند و ای جست بودند ایش مقاومت ودی کرتگند و عادت کرتگند که زمین سره بیان ایش اصلا زیست دریایی داشتگند بعدا دو زیستی بودند و بعدا ایشان عادت کرتگند مثلا یک انسان دریایی تا کپید غیر خوی میرید اما یک زمانی نه ایش چود سایر حیوانات دریایی زندگی کرتگند و په همین خاطر اند که انگت مرمید تصوراتی هستن که مثلا هورن پرین دریایین هنگت شیرن دریایین هنگت حیواناتی هستن که شباهت با حیوانات برونی و خشکی دارند اما دریا با انتها هستند اسپن دریایین گوکن دریایین البته انسانیشون که سیده کنتش نسلان شبه نبارد انسان آسی بوده گنده که تمام طبیعت به هم ریتی جنگل الاس تگن دریابان الاس کرتگن انسان نمی کارا نکند غلط نه و الا بعضی موجوداتی بودن دریایی که مرو چینا رو به انقراض هستند و بناهن انسان هم کیاتا به زمین سر کیاتا احتیاج به آب داشته آب حیاتند آب فرمول زندگی گویا هر جایی که رودخانه بودند در دو طرف رودخانه تمدن های شکل گرفتند مثلا بین النهرین تمدن های اگر بودند مثلا در رودخانه های فرات اگر دو طرف تمدن های شکل گرفته یا مثلا در رودخانه نیل که تسکین رودخانه هستی که بعضی دو سه ملک افریقایی نه پیمایش داری تا مصر رسید دو طرف رودخانه نیل در تمدن های بشری کهن انکی هستند دلیلش این که ایدنا آب بوده و این تمدن های دیرینه که ایدنا مثلا به هلمند دو کشه که ایدنا سیستان جوری کرده که ایدنا هستند و قرار بید که مردم برو دیگاره چیکن دیگاره پاش دند احتمال داری تا 1000 متر زیر دیگاره هم ایدنا آثار تمدنی ودی بید حتی به همین نیاتی اما سیچار دی جور کرتگن به همین نیاتی چون سالی بته بودن اصیل تا و ایشا زیر برته ایشا برته دیگاره چی را کرده هیچ چیز برزگی نمانده باز دیگه جا ای دیگاره که ته پاش ده ای طبقه ایشی چی را ممکن تا 100 متر همچی پی خطره که در مسیر رودخانه قرار دارید که از بدوی پیدایش زمین و کوههای اورال کوههای بابا و کوه سفید و گندوکو کجا که آورکن ایشانی کل پاکت به همه داری چید یعنی جالک همیشن تا گوڑای دا تمدنای بودن که ورشوب تانی شیره آکان شیره باز منتگند ایدنا باز چی بوده یا همچو چی کرتون که منگو به دیگه جاگانم به کودش تانی سره مردم نتوانی که اودنا تمدن جوڑ کند اودنا خب زنان که بارندگی اور ریش فصلی گای هستی که مثلا 50 سال 30 سال 40 سال هیچ گنده که اوری نه در افریقای تا 20 سال هیچ اوری نگواریتی فرض مثال امیس چیه بند اما جایی که سودا آب هستی اودنا دیگر لگه آب پوش که دیگر پورش آپا دیگر شیر اودنا دیگر چاو کانی جتا بید گوڑا تمدن دیری نه ایدنا گشتر بودن و یک باسی به همه تمدن سیستان سر اما داشتن گوشتی که افغانستان و ششا یما سوجوتی همه مشما که گوشن که همه جمشید شایش جمشیده آیه گوشت که ایشی نام اصالتا یما بوده ای و ای جمشیدی که تخت جمشیده انتو ایدنا و شریدنا که ما دکتر صاحب عظیم جان شوته گنشان ای منطقه نه آیه گوشید که اصالتا تمدن ایده که هستش ام البلاد بلخ شروع بید و یما که بوده ای اولین شای مطرح ای سرزمین ایسا بید که نامی یما بوده که بعدن جمشیدی اشتگنتی و بعدن هرچی کرتگنتی و ای ام البلاد که هستی همه بلخ بوده ای یا همه بخت بوده یا همه بخت بوده ای که مسترین شهر بوده اولیه این ادنه و ایشا گوشتن ام البلاد یعنی مسترین شهر یعنی مادر شهرها
و بعدا شهرهای دیگه ای که بعد تمدن خراسان تاخیرات بوده و این برانگور بوده و دیگه ای که انما ادعا کنه که تخت جمشید تو هی پل جنانو کیش نزنی که ما در قواله هم تخت جمشید ایشان هم ایشان نه بلوچی جور کرده نه فارسی جور کرده. فارسی تاریخ کمتر شه دیگه اقوام این فارسی تاریخ به مراتب شه کرد و شلورانیا کمتر انت و ای پارس دو کلمه هستن که گوت منطقن که یکی همه پرسه انت که شه پرسیوس گفته بید که همه شاهزاده یونانین و یکی پرسه های هستن که همه کوچی های آسیای میانه هستن که داتگند اقوام ترک نژاد هستن که دا سرازیر بودند که همه قبایل کوچی بودند که مشمایشان گوشتند که بی زمینن و دیگه که پرسه بودند پرسه هستند پرسیوس هستند که یونانی هستند و گوڑا دیگه پارتی هستند که پارسی هستند پارسی گوشن تشکیمی پارتیان سلسله پارتیان که بودند ای پارسی نبودند پارتیان که بودند امی کرد بودند بلوچ لور بودند که ایشان پارتی بودند که اصلا پارتی بودند که ایشان چون به یونانی زبان تا تی اچ ای سی وانندی سی وانندی اره پارسی گوشتگند نه یک نوع مغالطه صورت گرفته ای که ایساین پارتی و پرسا و پرسیوسی نه ایشان یک جایش کرتگند و ان ایشان لورش کرتگند تو ایشان فقط ایشان ادغام کرتگند به ما یکی و نه آگاهانه حتی دانشمند هم امن نکمکو که افراط کنند اما زبان شناس من دیستان تاجیکن زبان شناس من دیستگون اوغان من دیستگون و حتی ایرانیان من دیستگون که ایشان یک نوع تغافلی کنند یک نوع قواله کرتگند در حالی که ایش جعلی این چیزی هستی جعلی این چیزی که ایش به 200 سال نرسید 180 سال 170 سال دیمایش چی بودند و ای تحت دستورات خاصی ایش غلط نگاری بودند و الا شنیزر ریشوی اگر چی کنه ایش سه چیز متفاوتی هستند پارسی که پارتیان هستند و پارسی که همه ارتباط با یونانی گید با همه شاهزاده پرسیوس گید که در همه کلمره پارسی کنونی بوده که در بودند یونانی بودند و پرسه های بودند که ایشان گویا همه جات های بودند ما گوشن جات یا ما کسانی که به ملک مردم بودند و هر جایی که هوا مساعد بوده و ایشوتگند همون در زندگی کرتگند کاسبکار بودند یا بالاخره کشاورز چی بودند در حد همواتی مالداری بودند هر چی بودند به زمین بودند اما به شکل کوچیگری زندگی کردند پرسه‌ای بودند و دیگه ایش که یکی مروشی تخت جمشید و ایشان وهانه که ایشان ها که تمدن فارس تو که مایرنگ اصلا ایش اصلا هیچ ربطی به ما ندارید اصلا ایشان یونانی جور کردند یونانی جور کردند تا زمانی که یونانی در تسلط داشتند این یادگار شاوان این که بعدا اگر په ما منطقه یا په ما پیروکان منطقه یا په کسان دیگه منطقه دیشه به یک نوع پوت نسبت دادن هیچ نسبتی ندارید اصلا هیچ گونه تمدن رفتی ندارید پس دیگه جای همچون چیزی که بدنا شیراز بوده و بدنا بوده پس به دیگه جای دیگه دیستگه نبی اما ادنا مرکز یونانی یعنی بوده و ایشون کلن شباهت با همه مونومنت های یونان دارید و مشمازنان دی اروپایی تا عذر لوٹا استاد عذر لوٹا سلوکیان زمانه بوده سلوکیان جانشینانه بله بله جانشینان اسکندر بله ببخش سلوکیش جور کرتگن تیشه پارس جور نکرته منوته جوری نکرتگنی سلوکی که هستند سلوکی نژادن همه یونانی هستند بقایا یونانی هستند که جور کرتگن پا جور کرتگن پا ما منتا انما ودی سر پول جتگن که همه هند حج چون وقتی که دیگه به اروپایی ترس کنین که نه دو تمدن باز چشمگیرین چی کرده که دو زبان به وجود آورده که یکی همه امی تمدن یونان باستانند که ادنا ابهتی داشته زمانی شنزر ساختمانی شنزر زبانی که زبان لاتین که بونی همه 5 زبان هستند 5 گانه این که مروچی لاتین وجود ندارید اما اسپانیش و پرتغالی و همه فرانسوی و بعضی که زبان هایی که اسکندناویین که با هم مکس بودن گور رومان زبانه
رومان زبانه که ما گندن نگندن که ایتالیایی هم چی انت لاتین انت گریک انت پدا رومان زبانه که ما گندن که رومان زبان همه آلمانی انت روسی انت و بعضی اسکندناویین دیگه زبان هستند و بعضی زبان هستند که مشتقات هر دو که میکس ایشان و زبان های بومی هستند چون نروژی چون سویدن یا چون اسکندناویین کشورن یک ایشانی زبان و بلغاری این زبانن که گنده که ایشانی زبان یک میکسی گو رومان و گو چیه گو لاتینا و ضمن گو دیگه زبان های آسیایی هم هورو تگن مثلا ایشان تا کلمات هستن به علاوه اون که زنده کلمات گو کشاکشی که مغول کرتن زبانش مغولی بوده گو مهاجرن دیگه کشورانیان ماوان زبان بیشتر تاتی یک میکس ایشان تجربه ولی در مجموع این دو سه تمدن توترین شکل گرفتن که همین مثلا همین زبانی که آسیایی تا بوده مثلا همین آسیایی که می محدوده هندوستان تا همین قسمتان کی بوده که همین بن زبان های دراویدیانی که هستی که همین می زبان تشکیل دادن که ایشی که بوده همه سانسکریت بوده و پشت سر تر که بوده بین تمدن آسیایی و بین تمدن اروپایی که شکل گرفته پدا همین زبان های اوستایی بودند زبان های اوستایی که بودند که پدا در مجموع همه می زبان ها تشکیل دادند که پدا یک پلی بین دو تمدن زبانی و ادبیاتی شمالی با جنوبی تشکیل دادند همه اوستا که پدا در می زبان شروع و اما بلوچ هم زبان های سانسکریتی گوت دارن و هم زبان های اوستایی دارن و علاوه اما زبان انت مشتقات مهاجریزم هم موجود دارید که دیگه کس که دا تگن شود پدورند اشتگن بعض این کلماتی که ما نزنن گنده چی هستن فرض مثال همی برات مات این کلماتی هستن که ایشان هستن اسکندناویین چیه شهر روسیه آتگن تدنا شهر روسیه آتگن و احتمال دارید که ایشان همه کفکاز گوت هاورتگن همی بلوچی که دا هستن امکان دارید قبایل کفکازی همه دا آتگن که همه را ای چیزا آورتگن همی که ما شباهتی و کفکازی اندارن کفکازی دا تگن که اما بیاون شباهت دارن و الا ما باید سیایی نوتینن استاد جان ما عرض کو که از 2000 سال باشه که تمدنایی که در این مناطق جنوبی ایران فعلی هسته شاید از در ژنتیکی با قفقاز نزدیکتره خب بوده که همه دلیلی که شما الان فرمایش کنید ولی تو که بیای جر این منطقه سیستان که مروج به افغانستانه همه میرگر طبق گفته آواجه که گومن گپ کرد تو پروید کم که باز کو تو من تو منگو مسئله بلوچ میده گوشتی شاه یک کهنه تمدنی که در افغانستان فعلی بلخ سمرقند و بخارا و این منطقه هسته ضمن ایشی که با که مشترکش با قفقاز و مناطق شمالی ایران فعلی هست ولی گشته به همه چیزی که الان تو باشت و پسر به هم عرض کو که شرقه و منطقی هم بود که بچه که همه رودخانه سند که ما بشه چیز پنجاب رو هندوستانه دیگه نه مروچی پاکستان نام چپ ستا از سرزمین اما شبخاره هنده آنه چینه و بودکن که ما گشت نکنه که ما ایدیمیه یا آدیمی ما رو مشترک هم ما رو مشترک هم و خاص طور مناطق قنده رو تو بگره برو بگه شان گشته تشا شین نشان دن که ما را از نقطه نظر تاریخی حداقل در یک برهه زمان طولانی حالا 500,000 سال بوده گشتر بوده کمتر بوده گو شرق گشتر بوده نگو شرق بوده پدایایی 2500 سال به عید ما گنده که دیگه شنی هم ایده گندگی بی با این جنه با کفقاز
بیشتر مطابقت ها تا به جاهای دیگه. ولی در مجموع ما گشت نکنیم که ما یک نژادی هست به نام بلوچ که حتما بلوچ نه، یا ترک یا کرد یا دیگه یا دیگه. اصلا مسئله به نام نژاد اصلا ایویدی علم ثابت کرده که نه. تمدن ها، تمدن دیگه چیزی و نژاد دیگه چیزی. ببخشی وجه، ببخشی من گپ عرض تمام بود. در علوم اجتماعی هیچ چیزی را مشما پکا ادعا کرده نکرد. علوم ساینسی بله، علوم ساینسی سر باور هست، بروسه است، ثابت ہوتا. علم شیمی ثابت ہوتا که همه شیمی یا کیمیایند، زیست شناسی بیولوژی، جیولوژی طبیعت شناسی، یا مثلا ریاضی فیزیک گشتر سرتاج همه. اما در مسائل تاریخ و ادبیات و نژاد شناسی و ایشان پدا عرض کنین که ایشان مکس هستند. ایشان مکس هستند، اسطوره و داستان و واقعات و ایش مچی گوت گرین وارتگند و ای مچی احتمالی هستند، هیچ چیز پکا ایشان تا نیند. و ایش مازن طولانی عمر لوٹیتا ایشان مگر آنکه یک روز دیگه یک به حساب یک آپ کامپیوترین جوړ کنند که ایشان هم بتوانند که راستینگاری کنند. یعنی ای دروغانی تا توانه که مثلا اون عناصر انا کشف کنش نظر علم فیزیک و ریاضی و ایشان، اما ای دروغانه چون ایشان چه علم توانی که ایشان صافکاری کند که مثلا مبدأ بشر شگوجایند. آیا واقعا ایموچی آدمی زاگند یا دیماش آدم هم انسان بودگند؟ من یک کتاب یک وقت وانتا مسجد مکی من گفته به نام ادیان برادر، ادیان چهارگانه برادر. این کتاب تا یک قسمتیش مقدمه شاید هم شیخ صاحب نشته در دیوانه تا شاید وانتا وی دیگه سنگت هم وانتا گوین. من تا دیگه کتاب من باز آورتون از زمانی که من همکاری داشتم گو دانشکده علوم غذاییه و دانشگاه آزاد زاهدانیه. کتاب من باز که آورتون وقتا ورنه اتون حوصله داشتم وانتون ایشان تا که من تا جایی که ضرب چی کرتون تا حضرت آدمی پیدایش دقیقاً 38300 سال دیما اتفاق افته. 38300 سال دیما آیا که من از زمان من ضرب تفریق کرتون 38300 سال دیما، ولی 38300 سال اصلا عمری نیند. در حالی که انسان بشن که 2 میلیون سال دیما انسان شکل گرفته ای گوڑا بوده که حضرت آدم بوده که اصلا کسی بید که مخترع خداوند بید. یک کسی بوده بید مثلا خلیفت الله بوده بید که انسان دعوت به یک قدرت الهی چه کرده و بعدا بوده که اولین پیغمبر بید که انسان به سوی الهیات برده و بعدا گفته خب این انسان نوین ایش فرزند امیشی، یعنی فرزند معنوی همی آدم هستند. در حالی که علم سوای علم مثلا جامعه شناسیه، علم فیزیک گوشید که انسان دیماش 38000 ساله بودند و علم این که این نژاد شناسی و فسیل شناسی و ایشان که تاگنده که گوشن که اولین انسان به افریقا به وجود آتگند، چیه که دیگه وقتا دیگه جاگان اکثرا یخبندان تو به مرور زمان یخبندان چی بودو گوڑا قابل زیست بود. حتی اروپایی تا گوشند که اروپا انکسین خدماتی ندارید، زیر یخبندان بوده که بعدا آهسته آهسته این طبیعت گرم بوده و بالاخره انسان شدگند تو فتح کرده. حتی همین شهر ده که من وینیپگ هستم 25 سال دیما ما استاد انگلیسی داشتم به نام شرنا. شرنا جند اسکاتلندی تمر انگلیسی در صداتی یک روز باسی بود من گفتم که هر زبانی گرامری در انگلیسی گرامر مردم چون سیکن دنده تی گفتیش تصادفی میرن جور تام باید میرن غلط انا قبول تگن که یاد گره جای هستن که واول هستن که جای هستن که کانسوننت هستن که هیچ معنی ندارن ولی آتگن دیگه بالاخره این مصلحتین زبانی کمپوزیشنال هستی
و بعدا گفتن که خب چون تا چون گفتی من 4 ساله گفتم اما لدوار کرتان هاتا گند ولی امی شرنا 25 سال دیما ایش از ساله گیت شرنا گشتی که زمانی بوده که امی ونیپیک اصلا اپای چیره بوده بعد شاپای چیره که در آتی اصلا سال به 12 ماه هیچ دگاری کسی ندیسته ای کلا ایش یخبندان بوده اما به مرور زمان قابل سکونت بوده ای یعنی 20 سال دیما جمعیت کل امی شهر بوده 460,000 بوده ای انو بوده 1.5 میلیون بوده 20 ساله تا خب و اما شرنا گوشتی که 80 سال دیما قول وتی بزرگانیان گوشته که 20 سال دیما مثلا 25 سال دیما شرنا گوشتی که 80 سال دیما اصلا ادنا هیچ رویش گیایی و چی نبوده کل چیز یخبندان بوده کل ونیپگ و مانیتوبا کلا یخبندانی بوده همیان 113,000 جزیره دارید خب گوڑا طبیعت تغییر کند اما به شکل تغییر کند که به ما معلومه نبید به یک انسان حیات تغییر رخ ندند معمولین اما تا چند نسل طبیعت تغییر کند ولی شواهد در صورت محسوس بید که ایش کتبی مانند مک سرزمین انت ما ملک انت شواهد ناکتبی بودند و شواهد اسطوره‌ای بودند سینه به سینه بودند کم و زیاد بودند و این کم و زیاد ایره مثلا تبره کوه سره شود نه یک مثلا بر بر فرازور تجاله کاره یک پله پت دست تمانید یعنی کلا دست به دست بی تو صاف بی تو آب بی تو 10 کیلو برفا اذا پتا به کوه جاله که تکه نیم کیلو پتی دسته رسید گوڑا در حقیقت این نیم کیلو اما 10 کیلو انت که اما ای تومن که دا پتر است ما واقعیت همین رنگ است تحریف و تگند در مورد تاریخ در مورد همه مسائل اجتماعیات ایشان در مسائل حتی دینیان اعتقادیان باورن ایشان هیچ بروسا کرتگه نکنه مثلا همه اسلام مقدسی که ما دارن اسلام مقدس باشه رحلت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ایشی به هزار مذهب چی بود بودی و بعد هم ایسر و کلاجتن مسلمان به وسیله یکی دیگران تردوتند حتی همه اسماعیلیه که هستند اصلا حضرت امام حسین نسل که هستی که بادشاه اسماعیلیه جوړوته که آتگم بدنا مثلا دلیل چی انت مثلا همه اسلام تا که تگنده که هنچین شاخدارین دروگانه نسبت دادن به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که اصلا آورو پیغمبر آورتگند که بیس به عقل و منطق جوړ نکد ان عالم بته در منطقه که مثلا صحیح بخاری ایگه بعضین مجموعه احادیث ایشان شون اصلاحش کن که گو اخلاق جوړ بتو الا اگر نه ایش اصلا یک شری یک عجیب و غریب این اسلام شاه خدن که اسلام انچو شکن که در مقابل دیگه ادیان شواتش دفاع مکن گوڑا هر کسی که رسته روایتی کرته و به خاطرش که روایتی بازار ودی که نسبتی داته به پیغمبر خدا نسبت داته به مشایخان به علماء دینیان به خلفان به امامان